سلام، من شیرین عطاردی هستم. در کریکلند واشنگتن زندگی میکنم و کمک به جامعه‌ام برای تبدیل کردن رویاشون به واقعیت چیزی هست که هر روز به من انگیزه میده. وقتی اوایل سال 2020 اولین شغل خودم رو در حوزه وام مسکن پیدا کردم، خیلی زود متوجه شدم که این شغل برای من خیلی فراتر از یک کار روزمره هست. من به عنوان دستیار یه لون آفیسر کار خودم رو شروع کردم و بعد از مدت کوتاهی لایسنس خودم رو گرفتم و افتخار اینو داشتم که تا امروز به صدها هموطنم کمک کنم که رویای خانه‌دار شدن رو به واقعیت تبدیل کنم. چیزی که این شغل رو برای من خاص میکنه امکان آگاه سازی و آموزش دادن به مشتریانم در مورد اخذ وام مسکن هست و اینکه مطمئن باشم قبل از هر تصمیم گیری به تمام سوالاتشون پاسخ داده شده. این کار برای من فقط در مورد اعداد و ارقام نیست، بلکه هدف من این هست که تبدیل به یک منبع قابل اتکا و قابل اعتماد برای مشتریانم و جامعه‌ام باشم.